سوره حدید یعنی آهن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله را به پاکی یاد می کند هرچی در آسمان ها و زمین است از جمع مخلوقاتش و او بر خلقش پیروزمند و در تدبیر کارشان حکیم است. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست. زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. آنچه خواست شد و آنچه نخواست نشد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اوست اولین پیش از همه چیز و اوست آخرین بعد از همه چیز و اوست آشکار پیدا است که بالاتر از او چیز نیست و اوست پنهان ناپیدا است که پنهانتر از او چیز نیست و او به همه چیز داناست و چیزی در آسمان و در زمین بر او پوشیده نمیماند. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اوست که آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست در 6 روز آفرید. سپس به عرش خود و بالای همه خلقش استوا یافت. یعنی این صفت لایق به جلال و عظمت او می کند و صفتهای او به هیچ مخلوقاتش مانندی ندارد. بیان این صفات در سوره اعراف آیت 54 ذکر شد. هر چیزی را که در زمین فرو می رود از دانه و باران و چیزی را که از زمین بیرون می آید از نباتات و زراعت ها و هر چیزی را که از آسمان فرو می آید از باران و هر چیزی را که به آسمان بالا می رود از فرشتگان و عملهای بندگان می داند و هر جا که باشد با علم خود همراه شماست و به هر کاری که می کند بیناست و بر آن عملهای نیکی که می کند شما را پاداش می دهد. تفسیر طبری. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به سوی الله باز می گردد و موافق عملهایشان بندگانش را پاداش می دهد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. شب را از وقتش کم کرده در روز داخل می کند و روز را می افزاید و روز را از وقتش کم کرده در شب داخل می کند و شب را می افزاید و الله به هر چی در دل هاست از نیک یا بد آگاه است. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
با الله و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورید و از آنچه که الله شما را در آن جانشین ساخته است از مالهایتان در راه او خرج کنید. پس ای آدمان، کسانی از شما که ایمان آوردند و از مالهایشان در راه الله خرج کردند برایشان ثواب بزرگ است. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. و شما را چی شده است که به الله ایمان نمی آورید و به شریعت او عمل نمی کند و حال آن که پیامبر شما را به آن دعوت می کند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و اگر مؤمن باشید براستی الله از شما پیمانتان را گرفته است. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحیم. است آن الله که بر بنده خود محمد صلی الله علیه و سلم آیات روشن را از قرآن نازل می کند تا شما را از تاریکی کفر به روشنایی ایمان بیرون آورد و هر آینه الله به شما در بیرون آوردنتان از تاریکی به سوی روشنایی حتما مشفق و مهربان است و شما را به نیکوترین ثواب پاداش می دهد. تفسیر سعدی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. و چرا در راه الله نفقه نمی کند و حال آن که از آن الله هست میراث آسمان ها و زمین؟ از میان شما آنان که پیش از فتح شدن مکه نفقه کردند و با کفار جنگ کردند با آنان که بعد از فتح نفقه کردند و با کفار جنگ کردند در اجر و ثواب برابر نیستند. درجه های آنان یعنی گروه اول بالاتر است از آنهایی که بعد از فتح جنگ و نفقه کردند و الله هر یک از دو گروه را وعده نیک یعنی جنت می دهد و الله به هر کاری که می کند آگاه است و چیزی بر او پوشیده نیست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم. کیست که الله را قرض نیکو یعنی در راه الله صدقه به منت دهد با آن امید که تا اجر و ثواب آن را برایش چندان برابر زیاد کند و او را پاداش نیکو باشد و آن جنت است. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم. روزی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را می‌بینی که نورشان پیشاپیش آنان در سمت راستشان می‌رود. در آن روز شما را بشارت باد به بهشت‌هایی که در آن دریاها روان است و در آن جاودان خواهد ماند و این کامیابی بزرگ است برای شما در آخرت. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. روز مردان منافق و زنان منافق به کسانی که ایمان آوردند میگویند به ما نگاه کنید تا از نورتان روشنی گیریم. فرشتگان برایشان تمسخرانه گویند به عقیب به دنیا باز گردید و از آنجا نور بطلبید. آنگاه میان آنها دیوار زده می شود که بر آن دیوار دری باشد، درون آن که رو به مؤمنان است رحمت باشد و بیرون آن که رو به منافقان است عذاب است. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. و منافقان آنها را یعنی مؤمنان را نداده‌اند که آیا ما در دنیا با شما همراه نبودیم و مثل شما عبادت میکردیم؟ مؤمنان برایشان میگویند بله، اما شما خود را به نفاق و معصیت در بلا افکندید و به مرگ پیامبر و نابودی مسلمانان انتظاری کردید و به روزی از نو زنده شدن بعد از مردن در شک بودید و آرزوهای دنیا شما را فریفته کرد تا آنگاه که فرمان الله در رسید و فریبگری شیطان در فرمان برداری به الله فریبتان داد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. پس امروز از هیچ یکی از شما منافقان فدیه عوض یعنی گرفته نمی شود تا خود را از عذاب الله نجات دهد و نه فدیه گرفته می شود از کسانی که کافر شدند. جایگاهتان آتش است، آتش یاور و سرپرست شماست و چی بد سرانجام است.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا برای آن کسانی که ایمان به الله و رسولش آوردند وقتی آن نرسیده است که دلهایشان در برابر یاد الله و شنیدن سخن حق یعنی قرآن که نازل شده است نرم گردد و نیز مانند کسانی یعنی یهود و نصارا نباشند که پیش از این قرآن به آنها کتاب داده شده است و روزگار بر آنها دراز آمد، کلام الله را تبدیل دادند، آنگاه دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها فاسقانند. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بدانید که هر آینه الله با باران زمین را پس از مردنش زنده می کند. این چنین قادر است بر زنده گردانیدن مرده ها در روز قیامت و قادر است دلهای سخت را نرم گرداند. به تحقیق ما آیات را برایتان بر روشنی بیان کردیم تا اینکه شما خرد ورزید. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هر آینه الله به مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و آنهایی که به نیت خالص به الله قرض نیکو می دهند چندان برابر زیاد برایشان پاداش داده می شود و آنان پاداشی گران قدر دارند و آن جنت است. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. و کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آوردند و میان هیچ یکی از پیامبرانش فرق ننهادند آنها صدیقانند و شهیدان در نزد پروردگارشان هستند. برای آنهاست پاداششان و نورشان روز قیامت و آنهایی که کافر شدند و آیات ما را دروغ شماریدند نه برایشان پاداش و نه نور است بلکه آنها صاحبان جهنمند. معنای صدیقان آن کسانی اند که ایمانشان به آنچه که پیامبران آورده‌اند کامل شده است، هم در اعتقاد، هم در قول و هم در عمل. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بدانید که ای مردم، در حقیقت زندگی این جهانی بازی و بیهودگی است که به آن بدنها بازی می کنند و دلها سرگرم می شوند و آرایش است که خود را به آن زینت می دهند و میان شما فخر کردن و افزونجویی در مالها و فرزندان به مانند باران است که رویدنی‌هایش کشاورزان را در تعجب آورد. سپس آن گیاه پژمرده می شود. پس می بینی که زرد گشته است، سپس خس و خاشاک شده است و در آخرت برای کافران عذاب سخت است و برای اهل ایمان آمرزش الله و خوشنودی است. و زندگی دنیا برای کسی که آخرتش را فراموش کرده است جز متاع فریبنده چیز دیگر نیست. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ای مردم، برای رسیدن به سبب‌های آمرزش پروردگارتان به واسطه توبه نصوح و دوری از گناه و به بهشتی که وسیعی آن مانند وسیعی آسمان‌ها و زمین است بر یکدیگر مسابقه کنید. این بهشت برای کسانی مهیا شده است که به الله و پیامبرانش ایمان آوردند. این بخشایش است از جانب الله که به هر کس بخواهد می‌دهد و الله صاحب بخشایش بزرگ است. یعنی این آیت دلیل است که به بخشایش و رحمت الله و عمل صالح هیچ کس به بهشت وارد نمی شود. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیچ مصیبت در زمین و نه در جانتان نرسد مگر پیش از آن که آن را بیاوریم در کتاب یعنی لوح محفوظ نوشته شده است. بیگمان این امر بر الله آسان است. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. این بر آن خاطر است که تا بر آنچه که در دنیا از دستتان می رود اندوهگین نباشد و به آنچه به دستتان می آید شادمانی نکنید، یعنی فخر و تکبر نکنید و الله هیچ متکبری خود ستاینده را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. آنها یعنی متکبران که در ادای زکات مالهای خود بخل یعنی بخیلی می ورزیدند و در راه الله آنها را خرج نمی کنند و مردم را به بخل می فرمایند و هر کی از طاعت الله روی می گرداند بجز خود کسی را ضرر نمی رساند. پس بداند که بیگمان الله از تمام خلقش بی نیاز و ستوده است. او راست تمام صفتهای نیکو.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوی عزیز. همانا ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب را به احکام و شریعت‌هایش و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم بین یکدیگر به عدالت عمل کنند و آهن را که در آن نیروی سخت و منفعت‌های دیگری برای مردم هست فرو فرستادیم تا الله بداند و ببیند در عالم واقع چه کسی نادیده او را و پیامبرانش را یاری می کند. البته الله توانا است، ناتوان کرده نمی شود، پیروزمند است، مغلوب کرده نمی شود. ولقد ارسلنا نوحا وابراهیم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. و همانا ما نوح و ابراهیم را به سوی قومشان به پیامبری فرستادیم و در میان فرزندانشان نبوت و کتاب نهادیم. پس از میان آنها بعضی اشان هدایت یافتگان بودند ولی بسیاری از آنها فاسقند. فاسق یعنی از طاعت الله خارج شدند. تفسیر طبری. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. باز از پی آنها نوح و ابراهیم پیامبران خود را فرستادیم و عیسی ابن مریم را از پس آنها فرستادیم و به او انجیل را دادیم و در دل پیروانش مهربانی و بخشش قرار دادیم و رهبانیت یعنی عبادت است که خود آن را به وجود آوردند و آن را بر خود واجب کردند و خود را بر آن لازم دانستند، مانند گوشه‌نشینی، ترک ازدواج، ترک دنیا و غیره. و رهبانیت که خود او را پیدا کرده بودند ما آن را برایشان فرض نکرده بودیم، اما در آن خوشنودی الله را می جستند ولی حق آن را به جا نگذاریدند. ما از میان آنها کسانی را که ایمان به الله و پیامبرانش آورده بودند موافق به ایمانشان پاداش دادیم ولی بسیاری از آنها فاسقانند.
یعنی از طاعت الله خارج شدند و به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نیاوردند. تفسیر سعدی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای کسانی که به الله ایمان آورده اید، از الله بترسید، با بجا آوردن امرهایش و دور بودن از من کرده شده هایش و به پیامبرش ایمان بیاورید تا شما را از رحمت خویش 2 برابر مزد بدهد و شما را نور عطا کند تا به آن راه روید و برای شما گناهانتان را می آمرزد و الله با بندگانش آمرزنده و مهربان است، یعنی بخشاینده و مهربان است. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. تا اهل کتاب، یعنی آنان که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نآوردند، بدانند که آنها بر چیزی از فضل الله قادر نیستند و هر آینه این فضل و عطا به دست اوست که بر هر کی خواهد ارزانی می دارد و الله دارای بخشایش عظیم است. شما ترجمه معنای سوره حدید یعنی آهن را شنیدید. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. اگر ترجمان و یا ما در کجای به خطا راه داده باشیم، طلب دعا میکنیم که الله تعالی ما را ببخشد.